أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل وتدلوا بها إلى الحكام لتأكلوا فريقا من أموال الناس بالإثم وأنتم تعلمون. صدق الله العظيم. اللهم صل على سيدنا وشفينا وحبيبنا مولانا وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا در آیات گذشته یکی از امور مصلحه را خواندیم، روزه و صیام شهر رمضان. خدمت شما هم عرض کردم که در مباحث امور انتظامیه هستیم، اموری که برای زندگی شهری ما لازم هست، ضوابط قوانینی که باید اونها را رعایت بکنیم. اما در لابلای این دستورات بعضی از امور مصلحه می آیند که این امور مصلحه ممدن، معاونند، کمک میکنند ما را در انجام امور انتظامیه. مثلا یکی از دستوراتی که خدا اینجا صادر میفرماید و ما میخوانیم ولا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل، ای مردم شما مالهای خودتون را از طریق باطل نخورید، از طریق حرام نخورید، مال هم دیگر را از طریق باطل نخورید. خب الان خداوند ما را منع فرموده از مال حرام، از حرام خواری. صبح هم عرض کردم، توضیح دادم که روزه مثلا در این حرام نخوردن ما را کمک میکند، به دلیل اینکه روزه تمرین تقوا است، روزه تمرین بجا آوردن دستورات خدا است. در روزه حتی شما مال خودت را نمیخوری، غذای خودت را، نوشیدنی خودت را که ملکش متعلق به شماست نمیخوری. چرا؟ چون خدا اجازه نداده. وقتی که روزه چنان تربیتت میکنه که مال خودت را نمیخوری، پس مال دیگران را به طریق اولا نمیخوری. پس امور مصلحه انسان را کمک میکند که انسان دستورات دیگر خدا را به جا بیاورد، اوامر و احکامات دیگری که صادر میشه به جا بیاورد. الان این دستور را که اینجا گفته که مال حرام نخورید، خب بعضی هست الحمدلله گیرشون نمیاد، ولی بعضی ها که گیرشون میاد دست بکشند، لازمش اینه که یک تقوای قوی داشته باشند، یک خدا ترسی قوی داشته باشند. مثلا یک کسی هست راحت از طریق حرام میتونه درآمد داشته باشه، از طریق رشوه، از طریق ربا، از طریق بالا کشیدن مال، از طریق کلاهبرداری، از طریق چپاول. همه این زمینه ها برایش یا بعضی این زمینه ها فراهم است و در صورت این انسان دست میکشد که تقوا داشته باشد. و تقوا، خدا ترسی، یکی از راهایش روزه هست. کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. روزه در وجود شما چی میارد؟ تقوا.
خب الان اینجا که مال خودتون را از طریق باطل نخورید کدوم صورته؟ الله فرموده ولا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل، مال خودتون را نخورید به باطل، یعنی از طریق باطل. علامه آلوسی گفته ما یعم الاخذ والاستیلاء، این شامل اخذ و استیلا میشه. استیلا اینه که انسان بر کسی غلبه پیدا میکند، خب مالش هم به دستش میفته. یا گرفتنی به طریق دیگر، رشوه، ربا، این صورت ها. و تدلو بها الى الحکام، این تدلو عطف است بر تأکلو، یعنی لا تأکلو لا تدلو، مال را به حاکمان سرازیر نکنید، به حاکمان ندهید. ببینید خیلی از ماها هستیم، این الان آیه درباره ما و جامعه ما، مردم ما صدق می کند. خیلی از ما هستیم که به حکام پول می دهیم تا حق دیگران را بالا بکشیم. دو نفر هستند با هم یک اختلاف مالی دارند، روی زمینی، روی باغی، روی معامله با هم اختلاف دارند. یک نفر میره به قاضی پول میده، به دادگاه رشوه میده، به مأمور آگاهی رشوه میده که چی؟ که این پرونده به نفع من حکم صادر بشه. خب و تدلو بها الی الحکام، یک صورتش همینه، به حاکمان میدهید، به افراد مسئول میدهید. چرا؟ لتأکلوا فریقا من اموال الناس بالاثم، تا که بخورید بخشی از مال مردم را از طریق گناه، و انتم تعلمون، و شما میدونید هم این گناه هست. این کار را نکنید. گرچه بظاهر چون که رشوه دادی، چون که پارتی داشتی، چون که فعالیت کردی، به نفع تو فیصله شده، حکم به نفع تو صادر شده، اما پیش خدای عزوجل گریبانت گیره، پیش خدا مسئولی. قاضی اون زمین را، اون باغ را، اون مال را اگر به نفع تو حکم صادر کند، در حالی که خودت میدونی و انتم تعلمون، خودت میدونی حق مال من نیست، خب قاضی به ظاهر فیصله میکند ولی در باطن مال تو نمیشه، حرامه برات. لذا الله تعالی به این نکات اشاره میفرماید که مال مردم را ظلما نخورید، مال مردم را با پرداخت رشوه نخورید. خیلی هستند که حقوق مردم را، امتیازات مردم را رشوه میدند و میگیرند. به ظاهر دادگاه حکم کرده ولی از نظر خدا مال او نمیشه. یک کسی هست چند هزار متر زمین داره ولی خب نتونسته برای خودش ثبت بکنه، اما بر اون زمین ها تصرف داشته، اون زمین ها مالش بوده، یک زمانی در اختیارش بوده. الان یه آقای دیگری از قانون سوء استفاده میکنه و بلد هست راه را، میره یا پول میده، پول هزینه میکنه یا کار دیگه میکنه، اونا را برای خودش ثبت میکنه، ولو اینکه دادگاه حکم صادر بکنه ولی این مال اون مظلوم هست. لذا الله همین موارد را میفرماید که حرام نخورید. ولا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل، شما نخورید مالتان را بین خودتان بالباطل، از طریق باطل، که و تدلو بها الی الحکام، و سرازیر نکنید آن مال را به حکام، یعنی مال به حکام بدید که از طریق حکام، حاکمان، مسئولان به کجا برسید؟ لتأکلوا فریقا من اموال الناس بالاثم، تا که بخورید بخشی از مال مردم را به گناه، و انتم تعلمون، و شما هم میدونید که این گناه است.
این برای شما وبال داره، برای شما خطرناکه. یسألونک عن الاهله قل هی مواقیت للناس والحج. یکی دیگر از امور انتظامیه، امور مختلفی اینجا هست. سوال درباره ماه. صحابه درباره ماه سوال کردند از پیامبر اکرم صلی الله علیه وسلم، در اینجا جواب داده شد. بعضی میگن سوال و جواب با هم تطبیق دارند، یعنی سوال از ماه بود که ماه فایدهش چی هست، منافعش چی هست، خیرش چی هست. پیامبر جواب داد مواقیت للناس والحج. ماه برای اینه که شما زمانهایتون را با هم تعیین کنید. یکی گندمی میخرد، یکی ماشینی میخرد، 2 ماه 3 ماه 1.5 ماه. خب این حسابها را از طریق همین ماه متوجه میشه. و بعضی گفتن نه، سوال از چیزی دیگه بود، اما جواب به خود سوال جواب داده نشد. چین جواب سوال بجایی نبود، سوال بیجایی بود. سوال از این بود که چرا ماه اضافه کم میشه، اول خیلی باریکه، بعدا کلفتر میشه تا شب 14 کامل میشه، دوباره ضعیف میشه شب به شب. علتش چیه؟ بعضی گفتن سوال این بود. چنانچه ابن جریر گفته ذکر ان رسول الله صلی الله علیه وسلم سئل عن زیادت الاهله. رسول الله از زیادت ماه سوال شد و نقصانها فی اختلاف احوالها، و اینکه زیادت میشه کم میشه در احوال مختلف. چرا؟ خدای تعالی به اصل سوال جواب نداد، این سوال غیر مربوط است. جوابی داد که منافع ماه را، فوائدی که ماه برای ما انسان ها داره بیان کرد. اون فوائدش اینه که ماه یکی از اسباب حساب هست، میقات هست، وعده هست. ما وعده میگذاریم 15، وعده میگذاریم 20، وعده میگذاریم اول ماه. خب اینها به وسیله همین ماه مشخص میشه. و همچنین ماه یکی دیگر از منافعش میقات حج ماست. ما میخوایم حج کنیم، لذا از روی ماه قمری حج میکنیم. میدونیم که از اول شوال میتونیم بریم به حج، ذیقعده، ذیحجه، اینها ماه حج هستند. یا روزه من را به وسیله این ماه میگیریم. علی ای حال کمی و بیشی ماه هم به خاطر همین است. اول ماه کمه، وسط ماه بیشتر است. پس این سوال یسألونک عن الاهله، از شما سوال میکن درباره ماها. قل هی مواقیت للناس والحج. بگو این ماه مواقیت هست، یعنی میعاد هست، میقات هست، یعنی تعیین وقت برای مردم و همچنین برای حج از طریق ما، وقتی که ما با هم تاریخ میگذاریم و همچنین وقت حج را مشخص میکنیم. وليس البر بأن تأتوا البيوت من ظهورها. خب وقتی که حج میکردن بعضی از رسومات حج را اینجا مورد مذمت قرار دادن. وقتی که حج میکردن یک رسمی بود که اون رسم در جاهلیت بود، در ابتدا و در صدر اسلام هم بعضی این رسم را انجام میدادن تا اینکه اینجا ممنوع بود. مشرکین مکه وقتی که میرفتند حج میکردن، در برگشتن به خانه هایشون از درب ورودی نمی آمدند، یا از پشت از دیوار می پریدند داخل خانه می آمدند، یا دری درست می کردند فرعی، دیوار را می شکستند و می آمدند. می گفتند از این در درست نیست بیایی. الله تعالی اینجا من فرمود، الله می فرماید ولیس البر بأن تأتوا البیوت من ظهورها. این نیکی نیست که شما خانه هایتون از پشت بیایید.
ولكن البر من اتقا. اصل نیکی اینه که انسان بترسد از خدا. صاحب البر، ولكن البر یعنی ذل بر، صاحب بر، صاحب نیکی اون انسان است که اتقا، از حرام بپرهیزد، از گناه بپرهیزد، نه اینکه از پشت خانه بیاد. وَأْتُوا الْبُيُوتَ مِنْ أَبْوَابِهَا، و شما خانه هایتون بیایید از در خانه ها. وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ. اصل الاصولینه وَاتَّقُوا اللَّه، اصل تقواست، خدا ترسیه. ادا در نیارید، آداب و رسوم از خود درست نکنید، از خدا بترسید. لعلکم تفلحون، این نتیجه تقواست. قطعا شما رستگار میشید. فی الدارین، تفلحون فی الدارین، در هر دو دنیا کامیاب میشید، موفق میشید، در صورتی که تقوا داشته باشید. وقاتلوا فی سبیل الله الذین یقاتلونکم. خدمت شما صبح عرض کردم که موضوع بعدی این سوره جهاد است و بعد از جهاد انفاق. اول توحید و رسالت بود، الان جهاد. جهاد برای اثبات توحید است، برای حقانیت رسالت است، برای اینکه مردم بدانند که رسالت محمد صلی الله علیه وسلم به حق است. اما قبل از جهاد چند تا از امور انتظامیه، سه تا از امور انتظامیه خواندیم و یک امر از امور مصلحه که درباره چی بود؟ درباره روزه بود. خب این امور در انجام جهاد ما را کمک میکنند. عرض کردم چون که برای جهاد هم نظم لازمه، هم تقوا لازمه که به وسیله امور انتظامیه و امور مصلحه به وجود میاد. حال میرسیم به آیه جهاد. از اینجا به بعد دستور جهاد است، گرچه در وسط یکی دیگر از امور مصلحه موضوع حج هم میاد. الله می فرماید وقاتلوا فی سبیل الله الذین یقاتلونکم. شما بجنگید در راه الله با آنهایی که با شما می جنگند. ولا تعتدوا، و شما تعدی نکنید، تجاوز نکنید. ببینید جهاد یکی از دستورات بسیار مهم خدای عزوجل است. قبلا هم عرض کردیم معنی این نیست که تفنگ بگیر برو بجنگ، نه. نظمی که در جهاد لازم است شاید اون نظم در هیچ جا نباشد. مجاهدین باید از همه منظمتر باشند. اصول را به قدری که در جهاد باید رعایت کنند در جای دیگه ما کمتر داریم اون رعایت را. به همین خاطر گاهی که مجاهدین کوچکترین کوتاهی در اصول دارند شکست میخورند، برایشون مشکل پیش میاد. لذا مجاهدین باید از همه بیشتر تقوا داشته باشند، از همه بیشتر بترسند، سعی کنند که کاملا قوانین را اجرا کنند. اینجا در همین آیه‌ای که خواندم 3 تا شرط برای جهاد گفته شده. شرط اول اینه که در جنگ شما آغازگر نباشید، چون دین اسلام دین جنگ نیست، دین خشونت نیست، دین صلح است، دین محبت است، دین پیام امن هست برای انسانیت. لذا دین جنگ نیست. پس اولی شرط اینه که در جهاد شما آغازگر نباشید، شروع نکنید شما. دوم، با کسانی بجنگید که با شما می جنگند. با همه کفار نه، هر که آمد به جنگ شما با او بجنگید، مرد باشید، نترسید. ولی با بقیه کفار نه. سوم اینه که تعدی نکنید، تجاوز نکنید، از حد نگذارید. این عرض میکنم که چگونه تعدی نکنید. خب ببینید اول خدا فرموده وقاتلوا فی سبیل الله الذین یقاتلونکم. شما بجنگید در راه خدا با اونهایی که با شما می جنگند.
یقاتلونکم هر دو شرط است. شرط اول اینه که شما آغاز نکنید، اونا که یقاتلونکم با شما می جنگند. دوم این که با هر کافر نجنگید، همونایی که با شما می جنگند. سومی شرط اینه که ولا تعتدو، شما تجاوز نکنید، متجاوز نباشید. حضرت شاه عبدالعزیز رحمه الله، ببخشید حضرت عمر ابن عبدالعزیز تابعی جلیل القدر، از ایشون روایت هست که ولا تعتدو می فرماید لا تقاتل من لا يقاتلك، یعنی النساء والصبیان والرهبان. ابن جریر منظور اینه که اون ضعیفانی که با تو نمی جنگن، زنان، بچه ها، احبار و رهبانی که تو کلیساها هستن نشستن عبادت خودشون نمی کنن، اونها را اگر بزنی این تعدی میشه. بس ببینی این اصول را رعایت کردن خیلی لازم است. ان الله لا يحب المعتدین، علت اینه که خداوند دوست ندارد معتدین را، متجاوزین را. معتدین یعنی متجاوزین عن الحدود، اونایی که از حد میگذرند. پس این سه شرط برای یک مجاهد لازم هست. بعد از اینکه اونها با شما جنگیدند، حال شما هر جا یافتید اجازه دارید بزنید. وقتلوهم حیث ثقفتموهم، بکشید آنها را هر جا که یافتید. و اخرجوهم من حیث اخرجوکم، و بیرون کنید آنها را از جایی که شما را بیرون کردند. من حیث اخرجوکم، این حیث چند معنی دارد. یکی این که برای مکان است، از همون جایی که شما را بیرون کردند، اونا از مکه شما را بیرون کردن، شما بیرونشون کنید. یا اینکه من حیث تعلیلی است، به علت اینکه اونها شما را بیرون کردند. یا اینکه من حیث تشبیه است، همانطور که شما را بیرون کردند شما هم بیرونشون کنید. والفتنة اشد من القتل، اما فتنه یعنی شرک. ببین چون وقتی شما اونها را بیرون کنید، در شهر حرام است، در مکه هست، آیا اشکالی ندارد در مکه بجنگیم؟ درست مکه بلد امن است، حرم امن الهی هست، اما شرک به مراتب از جنگ کردن در مکه بدتر است. لذا انسان باید بدتر را، اگر به بدی مرتکب میشه به خاطر دفع بدتر، اشکالی نداره میخواد شرک را از سرزمین حرم پاک بکند. لذا الله می فرماید والفتنة اشد من القتل، فتنه از قتل یعنی شرک از قتل بدتر است. ولا تقاتلوهم عند المسجد الحرام حتى يقاتلوكم فيه، شما با آنها نجنگید نزد مسجد حرام. منظور از مسجد حرام کل حرم است، حدود 6 کیلومتر تمام شعاع حرم است. شما نجنگید حتی یقاتلوکم فی، حتی که آنها با شما بجنگند. فإن قاتلوکم فاقتلوهم، اگر آنها با شما جنگیدن شما هم با آنها بجنگید. كذلك جزاء الكافرین، این گونه هست پاداش و کیفر کافران. باید جوابشون بدید، کم نیارید. فإن انتهوا فإن الله غفور رحیم، اما اگر اونها باز آمدند، انتهوا باز آمدند از چی؟ عن الشرک والقتال بنویس، از شرک باز آمد، از جنگ کردن باز آمد، خب اون وقت شما هم باز بیایید. فإن الله غفور رحیم، خداوند بخشاینده مهربان است. پس ما با خودشون مشکل نداریم، ما با دیدگاهشان، با شرکشان، با کفرشان مشکل داریم. اونا که توبه بکنند برادران ما هستند. وقاتلوهم حتی لا تكون فتنه،
این اعلام جنگ است دیگه. و قاتلوهم، با آن مشرکین بجنگید، حتی لا تکون فتنه، حتی که فتنه ای نباشد، یعنی غلبه شرک نباشد، شرک کلا از بین بره. و یکون الدین کله لله، و دین همه برای الله باشد، یعنی دین غالب، دین الله، دین توحید باشد، دین اسلام. فان انتهوا، اگر آنها باز آمدند، ان انتهوا جلالن گفته عن الشرک، اگر آنها از شرک باز آمدند، فلا عدوان الا علی الظالمین. در این صورت تعدی نیست و شما حمله نکنید، تعدی نکنید مگر بر ظالمین، اونایی که ظلم میکنند، اونایی که هنوز با شما عداوت دارن، با شما در جنگ هستند. الشهر الحرام بالشهر الحرام والحرمات قصاص. در سال 6 هجری شما خواندید در سوره فتح که مسلمانان آمدند که عمره بکنند، به نیت جنگ نیامده بودند، اما بعضی از جوانان ناپخته قریش آمدند که به مسلمانان حمله بکنند، درگیر شدند، مسلمانان هم با اونا درگیر شدند، از دو طرف مقدار تیراندازی شد و اونها را اسیر کردند. خب مقدار درگیری شد، جوانان مشرکین را اسیر کردند. این سال 6 بود، ماه ذی‌قعده بود. شما میدونید که ماه ذی‌قعده از ماهای حرام است. ماهای حرام 4 تا هستند: ذی‌قعده، ذی‌حجه، محرم و رجب. 3 تا اینجا پشت سر هم، یکی رجب است. خب الله عزوجل تدبیری فرمود تا اینکه صلح شد، صلح حدیبیه شد، مسلمانان رفتن به طرف مکه، برگشتن بدون عمره. قرار شد سال آینده، سال 7 بیان. در همین وقت سال 7 در همین زمان ماه ذی‌حجه بود، ذی‌قعده بود، ببخشید، ماه ذی‌قعده بود که آمدن برای عمره. اما مسلمانان با خودشون گفتن ما که برای عمره میریم، اما اگر اونها با ما درگیر شدند ما درگیر بشیم یا نه؟ ماه حرام است. الله تعالی اینجا میفرماید که ماه حرام در مقابل ماه حرام. یعنی چی؟ یعنی اگر برای شما ذی‌قعده است، برای اونها هم ذی‌قعده است. و الحرمات و قصاص، حرمتها را باید دو طرف نگهداری بکنند. قصاص یعنی برابری، از هر دو طرف باید رعایت بشه. این نیست که یک طرف دستش ببنده که ماه حرام است، طرف دیگه بزنه. نه، اگر اونها رعایت نکردن شما هم رعایت نکنید. اگر اونها با شما جنگیدن شما هم با اونها بجنگید. پس این الشهر الحرام بالشهر الحرام در مقابل اون دغدغه مسلمانان بود. الله می فرماید الشهر الحرام بالشهر الحرام، ماه حرام در مقابل ماه حرام. والحرمات قصاص، و حرمتها برابر، از هر دو طرف باید حرمت نگه داشته بشه. فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم، هر کسی بر شما تعدی کرد، هر کسی بر شما زیادتی کرد، فاعتدوا علیه، شما هم بر او تعدی کنید، بمثل ما اعتدى علیکم، بمثل آنچه که او بر شما تعدی کرده. اما واتقوا الله، این نسخه عمل است. همیشه از خدا بترسید، تقوا را پیشه داشته باشید. واعلموا ان الله مع المتقین، این نسخه تقواست که تقوا چطور به دست میاد. این باور را داشته باش. واعلموا، بدان که ان الله مع المتقین، الله با اهل تقواست، بالتصرف والاعانه، بالنصر والاعانه. خداوند اهل تقوا را کمک میکند و نصرت میفرماید. اینو بدون، تقوا را حاصل کن. خب این موضوع جهاد بود. گفتیم لازمه جهاد چیه؟ اقتصاد سالم است.
بدون اقتصاد، بدون مال جهاد نمیشه. پس هر جا در هر سوره که موضوع جهاد است، اونجا الله عزوجل به سوی انفاق هم تشویق میفرماید. از اینجا این آیه در انفاق است، ترغیب علی الانفاق. و انفقوا فی سبیل الله، خرج کنید در راه الله. ولا تلقوا بایدیکم الی التهلکه، نیندازید خودتون را، دستهایتون را، این خودتون را، انفسکم، به هلاکت. ببین چجور ما هلاک میشیم وقتی که جهاد را ترک کنیم، انفاق در راه خدا را ترک کنیم، خرج نکنیم. اینها موضوع باعث میشه که خود ما از بین برویم، چون که جهاد وقتی که بشه سبب تقویت مسلمانان میشه. و احسنوا، اینجا دستور دوم هست، خرج بکن ولی با اخلاص. و احسنوا بمعنی اخلصوا، فقط برای خدا، نه برای ریا، برای نشان دادن، برای سمعه نباشد. ان الله یحب المحسنین، بدون شک خداوند دوست دارد مخلصین را، آنهایی که با اخلاص در راه خدا نفقه می کنند. المحسنین بالنفقه فی سبیل الله، آنهایی که با اخلاص در راه خدا خرج می کنند، خدا دوستشون دارد. خیلی ها هستند بندگان محسن. محسن قبلا خدمت شما عرض کردم عموما ترجمه میکنن نیکوکار، اما ما میگه محسن به معنی مخلص، چون احسان در حدیث به معنی اخلاص آمده، به معنی عبادت کردن خدا که گویی میبینی و او تو را میبیند. اخلاص همینه. هستن بندگانی که واقعا اخلاص دارن، میلیون ها خرج میکنن در راه های خیر، اما بغیر از خدای عزوجل کسی نمیدوند، فقط خدا خبر دارد و بس. گاهی موجب میشند که کار بزرگی از کارهای مسلمانان انجام بگیرد، مشکل بزرگی از مشکلات حل بشه و طوری میان این مشکل حل میکنن، طوری اون کار را انجام میدهند، به صورت اون لشکر را تجهیز میکنن، به صورت اون مکان، ساختمان، هر نیازی که باشد تکمیلش میکنند که حتی زن و بچهشون هم متوجه نیستند. گرچه این نوع افراد انگشت شمارند، اندکند، ولی واقعا وجود این نوع مخلصین باعث میشه که جامعه اسلامی رو به پیشرفت باشه. الله هم اینها را دوست داره. ان الله یحب المحسنین. خداوند هر جا نمیگه من دوست دارم، کسانی که واقعا صفات بالایی داشته باشند، صفات بلندی داشته باشند. صفات بلند اینه که با اخلاص چنان کارهایی میکنند که جز الله کسی متوجه نیست. خوشا به حال کسی که این جایگاه بلند اخلاص را دارد. اخلاص جایگاهی هست که به هر کس نصیب نمیشه. ما اگر 2 ریالی صرف میکنیم یا 2 رکعت میخوانیم تمام دنیا را با خبر میکنیم. بله. و اتم الحج والعمرة لله. یکی دیگر از امور مصلح حج. ببینید حج برای جهاد بسیار مقوی هست، تقویت میکند جهاد را. چرا؟ چون که در حج علاوه از این که فلسفه های زیادی هست، همه مسلمانان جمع میشوند، مظهر وحدت مسلمین است، از احوال هم دیگه با خبر میشوند، و در حج هم یک نوع مانوری هست، مانور جهادی هست. همه از شرق و غرب جمع میشن، همه یک لباس، همه کفن پوش. اینها خودش معنا دارد، معنادار است. ولی علاوه از این الله دستور میده بیایید در جوار من، در قرب من، کنار خانه من از من بخواهید، من اجابت میکنم. پس در واقع حج که بعد از موضوع حج ادامه جهاد است. موضوع حج که تا 1-2 رکوع طول میکشه چی هست؟ یکی از امور مصلحه
که برای جهاد تقویت کننده هست. لذا الله می فرماید و اتم الحج والعمرة لله، تکمیل کنید حج را و عمره را برای الله. تکمیل کنید یعنی چه؟ ادوهما تامین بشرائطهما، تمام بکنی با شرایطشون، تکمیل و فرائضهما لوجه الله بلا توان و نقصان، بدون سستی بدون نقصان کامل حج را انجام بده، عمره را انجام بده. اما اگر رفتی به حج به عمره نگذاشتن تو را، فإن احصرتم فما استيسر من الهدی، اگر شما محصر شدید، شما باز داشته شدید، شما را نگذاشتن به طرف حج، فما استيسر من الهدی، آن هدی قربانی که برای شما میسر بشه. ببین شما اگر رفتی شما را نگذاشتند، شما احرام بستید، تو فرودگاه به شما گفتند آقا پاسپورت شما مشکل داره، تاریخ نداره، یا اینکه شما ممنوع الخروج هستید، نمیتونی برید. و شما احرام بستی، الان چی کار کنید؟ جلویتون گرفتند. پس شما هدیه بفرستید، قربانی به کسی بسپارید، به حاجیای دیگر، تلفنی، حضوری، غیر تلفنی، که اونجا در حرم قربانی برای شما بکشن تا از این لباس احرام خودتون را آزاد کنید. بعد از اینکه دم احصار را کشتند، اون خون بدل احصار را ریختند، دیگه شما میتونید از احرام چی بشید؟ آزاد بشید. الله میفرماید که فإن احصرتم، اگر شما محصر شدید، محصر یعنی حبس شدید، جلوگیری شدید، فما استيسر من الهدی، آن هدیه که برای شما میسر بود. هدی همون قربانی را میگند. اما این الله تاکید میفرماید ولا تحلقوا رؤوسکم حتی یبلغ الهدی محله، سرتون را نتراشید تا زمانی که این قربانی به محل یعنی اونجایی که کشته میشه، کجاست؟ منی، به اونجا برسه، به مذبح مسلخ، یعنی اونجا گوسفند کشته بشه، اینجا بعد سرت بتراش خودت را آزاد کن. فمن كان منكم مريضا او به اذى من رأسه، اما کسی مریض بود یا سرش مشکل داشت، مجبوری که سرش را چکار بکنه؟ بتراشه. خب برای این انسان باز هم جریمه لازم میشه، قربانی که نداره. الله می فرماید ففدیه من صیام او صدقه او نسک، پس بر او هست فدیه از روزه، فدیه از روزه، 3 روز روزه بگیره، او صدقه یا صدقه 6 مسکین را صدقه بده، او نسک یا قربانی بکشه، که چون سرش را اصلاح کرده. فاذا امنتم، زمانی که شما امنتم یعنی ایمن شدید، به این معنی که امنتم من الاحصار، از احصار آزاد شدید، از احرام خارج شدید. الان منتظر باشید هر وقتی که خدا برایتون میسر کرد بروید به طرف حج. این سال شد، سال دیگه به چه صورت؟ فمن تمتع بالعمرة الى الحج فما استيسر من الهدی. ما 3 نوع حج داریم. یکی حج افراد، اونه که حاجی میره فقط برای خود حج احرام میبنده، قبل از حج بعد از حج عمره نمیکنه. دوم حج قران. حج قران اینه که با همون یک احرام عمره میکنه، اول نیت هر دو تا را میکنه، اللهم انی اريد العمره والحج، بار اله من اراده عمره و حج دارم. میره عمره میکنه، بعد از عمره خودش را حلال نمیکنه چون نیت برای هر دو بسته، خودش را آزاد نمیکنه، تو همون لباس احرام میمانه تا روز حج شروع میشه، 8م با همون احرام میره شروع میکنه اعمال حج و مناسک حج را. تمام که شد
بعداً قربانی میکشه، هم عمره کرده هم حج، اما با یک احرام. سوم حج تمتع که در این آیه اشاره به تمتع شده، اینه که اول انسان میره تنها نیت عمره میکنه، اللهم انی اريد العمره فیسرها لی و تقبلها منی، خدای من میخوام عمره کنم آسانش بکن. میره 7 تا شوط میگرده، یک طواف را میکنه، 7 سعی بین صفا و مروه میکنه، خودش را آزاد میکنه، سر میتراشه، از لباس احرام میاد بیرون، میشه آزاد. تا 10 روزی 5 روزی تا حج هست، همونجا مینشینه، میمانه، اعمال را انجام میده. روز حج که شروع شد 8م، دوباره میره از همونجا احرام میبنده برای حج. پس ببین 2 تا احرام شدن، یکی برای عمره یکی برای حج. این تمتع است. الله میفرماید فمن تمتع بالعمره الى الحج، هر کسی بهره گرفت، استفاده کرد از عمره به سوی حج، یعنی در همون سفر حج استفاده کرد، عمره را هم انجام داد. فما استیسر من الهدی، اون چه که میسر بشه برایش از هدی و از قربانی بگیرد و بکشد. اما اگر نداشت، آدم فقیری بود، الله می فرماید فمن لم یجد، هر کسی نیافت قربانی را، فصیام 3 ایام فی الحج، روزه 3 روز در حج، در ایام حج، و 7 اذا رجعتم، و 7 روز دیگه وقتی که برگشتید. منظور از برگشتین این نیست که به کشورتون آمدید، شاید همونجا تا 1 ماه ماندی، یعنی اذا رجعتم از اعمال حج فارغ شدی، اعمال حج تمام شد، الان همونجا اگه موندی 7 روز دیگه روزه بگیر. تلک 10 کامله، این 10 روز کامل اینا بدل چی هستن؟ بدل همون قربانی. ذلك لمن لم يكن اهله حاضر المسجد الحرام. ببینید این حج و عمره که با هم چه در قران باشه چه به صورت تمتع، این برای آفاقی هست، نه اهل مکه. آفاقی کسانی را میگن که خونهشون اونجا نیست، از اطراف و اکناف میاند. اونایی که باشندگان خود مکه هستند، اونا دیگه عمره نمی کنه، اونا فقط یک حج هست. الله می فرماید ذالک لمن لم یکن، این جمع کردن بین حج و عمره برای کسی هست که لم یکن اهله حاضر المسجد الحرام، اهلش حضور ندارد در مسجد حرام، اونجا باشنده نیست. واتقوا الله، نسخه عمل، از خدا بترسی خوب عمل میکنی. و نسخه تقوا، واعلموا ان الله شدید العقاب، یقین کن، باور کن که الله سخت عقاب میدهد، عذاب میدهد در صورت تخلف، در صورت عدم تقوا. الحج اشهر معلومات، اما وقتی که میخواستی حج بکنی چه زمانی حج بکنی؟ از رسول اکرم صلی الله علیه وسلم پرسیدن یا رسول الله آیا حج باید در ماهای حج بشه یا بغیر از این هم میتونیم؟ الله جواب داد حج در ماهای معلوم، حج از شوال و ذی‌قعده شروع میشه تا 10 ذی‌حجه. اصل مناسک از 9 عرفات شروع میشه، ولی احرام کسی از اول شوال ببنده، از ذی‌قعده ببنده، احرام درست میشه. لذا الله میفرماید الحج اشهر معلومات، حج ماهای معلومی دارد، اما شرایط حج فمن فرض فیهن الحج، هر کسی بر خود لازم کرد، فرض الزم علی نفسه بالاحرام، بر خود احرام حج لازم کرد، احرام مثلا بست، اون باید چیکار کند؟ فلا رفث ولا فسوق ولا جدال فی الحج. چند تا دستورند. اول فلا رفث، رفث میگویند سخنانی که
معمولا زن و شوهر با هم دارن در رابطه با بلا تشبیه همخوابی و مجامعت و مقاربت. بعضی گفتن رفث دواعی جماع را میگن، مقدمات جماع، دست و قبله و لمس و از این قبیل. یعنی هیچ نوع رابطه‌ای که منجر به جماع بشه، چه رابطه لمس و دست زدن باشه، چه با زبان و حرف زدن شوخی شوخی باشد، هیچ نوع رابطه از این روابط نباشد، نه جماع باشد نه دواعی جماع. ولا فسوق، حج آمدی که گناهت پاک بشه، ولا فسوق، نباید که در حج چی بشه؟ گناه باشه. فسوق یعنی معاصی، گناهان دیگر، دشنام دادن، بد و بیرا گفتن. ولا جدال فی الحج، و نه جدال در حج. خیلی شیطان زور میزنه، معمولا حاجی ها با هم زود درگیر میشن، چون که یک جمعیت هست چند میلیونی. خب تو اون جمعیت چند میلیونی یکی آب گیرش نمیاد، یکی وضوخانه گیرش نمیاد، یکی امکاناتی دیگه، انسان دیگه سخت میشه. الله تعالی می فرماید که حج که با کمال باشه اینه که انسان کاملا خودش را کنترل بکنه، یک کلمه هم نگه. ولا جدال فی الحج، جدال، جنگ، درگیری با رفقا، با خدمه، با عرض کنم که کسانی که اونجا کار میکنن، کرایه‌کش هستن، صاحب منزل هستن، به هیچ وجه نشه. انسان فکر بکنه من برای چی آمدم، و خدای عزوجل همینها را بالخصوص مورد تأکید قرار داده که ببین حجت را با اینها خراب نکن. و ما تفعلوا من خیر یعلمه الله، علاوه از اینا که منکرات بودن، از اینا بپرهیز. معروفات هر چی که بیشتر انجام دادی خدا میدونه، اجرت میده، پاداشت میده. و ما تفعلوا من خیر یعلمه الله، آنچه که انجام میدهید از خیر، از هر خیر، هر عمل نیک الله میداند. و تزودوا، فریضه دیگر الله می فرماید شما زاد و توشه بردارید برای خودتان، شما خوراکی بردارید، رخت خواب بردارید. فکر جای خوابت بکن، فکر غذایت بکن، فکر همه چیز. حج بر فقیر و ناتوان فرض نیست، بر کسی فرض که اینا را داشته باشه، پول هتلش داشته باشه، پول غذاش داشته باشه. لذا اگر کسی بگه که اونجا این رفیقای من هستن، تو اتاق اونها میرم میخوابم، تو سفره کاروان اونها میرم، این که خلافه. الله میفرماید و تزودوا، خودت برات زاد و توشه بردار، خودت به فکر خودت باش. بعضی میگه این آیات درباره اهل یمن نازل شدن. اهل یمن یک گروهی بودن، افرادی بودن ملنگ صفت، هیچی با خودشون بر نمی داشتن، میگفتن ما به خدا توکل کردیم. اونجا که میرفتن دیگه از این میخواست، از اون میخواست، گرسنه میشد، نیاز پیدا میکرد. و کان اهل الیمن لا یتزودون، اهل یمن زاد توشه بر نمی داشتن. و یقولون نحن متوکلون، میگفتن ما توکل میکنیم. فیکونون کلا علی الناس، باری بر مردم میشدند. فنزل فیهم، این آیه درباره اونها نازل شد. لذا باید طوری حج بکنیم که باری نشیم بر دیگران. مزاحمت اونجا خونه کسی نیست، خونه رفقای ما نیست، اونا خودشون اگر اتاقی دارن به اندازه یک نفر. لذا این مسائل خیلی رعایتشون لازمه. بعضی ها می روند مثلا از طرق غیر قانونی می روند، اونجا جا ندارند، هتل هم ندارند، خب میرن تو یک کاروانی که یکی از دوستانشون اونجا هست، میرن تو اتاق اون میخوابند. این جایز نیست. اون اتاق از هزینه کل این حاجی ها خریداری شد. بعد میرن از سفره اونها استفاده میکنند. خب این سفره مال رفیقت نیست، رفیقت به اندازه یک نفر اونجا سهم داره.
این سهم غذای تمام کاروان هست شما داری میخورید. این مسائل اینا تقواست، تقوای میخواد که رعایت بکنه. انسان وقتی که به این صورت حج بکنه اون حج درد نمیخورد. پس باید که این نکات حتما رعایت بشه. الله تعالی ببینه به ریز مسائل پرداخته. و تزودوا فإن خیر الزاد التقوى، و توشه بردارید، بهترین توشه تقواست. تقوا یعنی پرهیزگاری از سؤال و گدایی. اینجا به این معنی تقوا خدا ترسی نیست. تقوا به معنی چی؟ پرهیز از گدایی، نخواه از کسی. اونجا مونده به این حاجی میگه $100 بده، به اون یکی میگه 1000 ریال بده. این درست نیست سوال کردن. بهترین توشه برای یک حاجی چی است؟ تقواست. از سوال چی بشه؟ پرهیز بکنی. واتقون یا اولی الالباب، الله می فرماد ای عقلمندان از من بترسید. بنویسید در تعمیل احکام، به احکام خدا عمل کنید، بترسید از خدا. لیس علیکم جناح ان تبتغوا فضلا من ربکم. ببین سفر حج سفر عبادی هست. به نیت تجارت انسان نباید بره. اما یکی اونجا رفت، موقعیتی برایش گیر آمد، نیت نکرده، پولی دارد، چیزی میخرد میفروشد، همونجا میفروشد یا میآورد به کشور خودش میفروشد، این اشکال ندارد. اصل بستگی در به نیت. از اینجا اگر شما به نیت تجارت برید که اون چیزی دیگه است، ولی اونجا اگر چیزی ببینی برای مغازت میاری اونجا خیلی ارزونه، خب این اشکال ندارد. الله می فرماید لیس علیکم جناح ان تبتغوا فضلا من ربکم، بر شما گناهی نیست اینکه بطلبید فضلی از جانب ربتان. فضل نوشته بالتجارت فی سفر الحج. فضل اینه که در سفر حج تجارت کن، اما بنیت تجارت رفتن نه. فضل اینه، تفسیر مدارک نوشته و هو الربح والنفع بالتجارت والکراء. سود کردن هست یا با تجارت نفع کردن هست یا کرایه کشی. مثلا با ماشینت رفتی اونجا باز چند تا حاجی را جابجا میکنی، ضمن اینکه خودت میری به محل مناسک جابجا میکنی، پول هم میگیری، اشکالی ندارد. فاذا افضتم من عرفات، زمانی که از عرفات برگشتید، فاذكروا الله عند المشعر الحرام، شما الله را یاد کنید نزد مشعر حرام. شما ببینید از منی میرید به طرف عرفات، عرفات وقوف میکنید. البته عرفات خارج از حرمه، منی و مشعر حرام داخل حرم هستند. بعد از اینکه وقوف عرفات کردید برمیگردید میاید داخل مشعر حرام، همون مزدلفه. مشعر حرام همونه. اونجا شب میمانید و صبح قبل از نماز وقوف میکنید. وقوف بعد از نماز را اول وقت میخوانید، مزدلفه بهش میگند. خب لذا الله میفرماید که فاذا افضتم من عرفات، وقتی که از عرفات برگشتید، فاذكروا الله عند المشعر الحرام، اونجا در وقوف الله را یاد کنید نزد مشعر حرام. واذكروه كما هداكم، طریق ذکر همان گونه که شما را راهنمایی کرده. چون بعضی می آمدن به مشعر حرام، بعد به منی می آمدن، می نشستن شروع می کردن از پدرانشون تعریف می کردن. جاهلیت عرب ها، اون می گفت پدر من اینقدر کشت، می گفت در فلان تاریخ جد من اینقدر کشت. اونا از پدران خودشون تعریف می کردن. الله می فرماید واذکروه کما هداکم، الله را یاد کنید همان گونه که شما را آموزش داده. و این کنتم من قبله لمن الضالین،
الضالین، گرچه بودید قبل از این از گمراهان. ثم افیضوا من حیث افاض الناس، سپس برگردید از همان جایی که بقیه مردم برمیگردند. واستغفر الله، استغفار بکنید. ببینید این آیه در واقع به قول ام المؤمنین سیده عایشه رضی الله عنها در رابطه با قریشی ها و کسانی که بر آداب و رسوم قریش بودن نازل شد. قریش خودشون را اهل حرم می دانستند، خودشون را حمص می گفتند. حمص یعنی باشندگان حرم. اینها وقتی که می رفتن به منا، می رفتن به مزدلفه، می رفتن از مزدلفه به طرف عرفات نمی رفتن، می گفتن بقیه مردم برن ما همینجا می مونیم. عرفات خارج از حرم است، می گفتن ما خارج از حرم نمیریم، ما اهل حرمی، نباید بریم خارج. بعد مردم که بر می گشتن دیگه اینها از اونجا بر نمی گشتن، اینجا همونجا موندند، می موندند. لذا الله می فرماید شما از این بقیه بهتر نیستی، شما هم برید. عن عائشه رضی الله عنها، عائشه می فرماید کانت قریش و من دان دینها، قریش و کسانی که بر دین و بر آداب و رسوم قریش بودن، یقفون بالمزدلفه، در مزدلفه وقوف می کردن. و کانوا یسمون الحمص، خودشون را حمص می دانستند. و کان سایر العرب یقفون بعرفات، بقیه عرب ها عرفات می رفتند، اینها نمی رفتند. لذا الله میگه نه، همه شما برید. ثم افیضوا من حیث افاض الناس، سپس برگردید از آن جایی که مردم برمیگردند. واستغفر الله، از الله مغفرت بطلبید. ان الله غفور رحیم، بدون شک خداوند بخشنده و مهربان است. فاذا قضیتم مناسککم، خب مناسک که تمام بشه 3 روز حاجی در منا میماند. این 3 روز بغیر از ساعتهای خاصی که باید رمی جمرات بکنه، شیطان را بزنه، دیگه کاری خاصی ندارد. در این 3 روز معمولا بیکارند. عرب ها در همین 3 روز می نشستند و از حماسه های خودشون تعریف می کردند، از دلاورد مردی های خودشون و پدران خودشون تعریف می کردند. الله عزوجل مسلمانان را میگه شما از خدایتون تعریف کنید، شما بشینید بزرگی و عظمت رب را بیان کنید. الله می فرماید فاذا قضیتم مناسککم، شما هرگاه که مناسک خودتون را تمام کردید، افعال حج را تمام کردید، فاذکروا الله کذکرکم، یاد کنید الله را مثل اینکه خودتان را یاد میکنید. کذکرکم آباءکم، مثل اینکه پدرانتان را یاد میکنید. او اشد ذکرا، یا یاد کردن و تعریف پروردگار از تعریف پدرانتان بهتر و بیشتر باشد. لذا بهتر باشد. این گرچه در منا هست ولی ما میتونیم از این یک امر کلی بگیریم. ما همیشه در جلسات که منشینیم، مهمانی ها هست، جلسات دیگه، گفتگو، بهترین جلسه اون است که ما از خدایمون تعریف بکنیم. گاهی ما از خودمون تعریف میکنیم، از دوستانمون تعریف میکنیم، از فامیلمون تعریف میکنیم، از نمیدونم بازیکن‌ها تعریف میکنیم، از فلان گروه تعریف میکنیم، حتی از علمایمون تعریف میکنیم. بهترینه که از خدایمون تعریف کنیم. در بعضی مجالس گاهی آدم میره، حتی مجالس دینی هستند، جوانها تعریف میکنند، شعر میخونند، سرود میخونند. شعر و سرود همین افراد را تعریف میکنند. کسی که برگزار کننده جلسه، هر کسی که فلان کار را کرده، کسی که فلان کمک را کرده، کسی که جوانی از انتظامات، فقط خودشون را تعریف میکنن. کاش به جای این تعریفات خدا را تعریف میکردیم. لذا الله عزوجل دوست دارد بندگان به جای خودشون خدای خودشون را تعریف، چون اگر در بندگان حسن میبینید، زیبایی و خوبی میبینید، اونم به خدا برمیگرده. خدا هست که چنین بندگان خوبی درست کرده. لذا الله میفرماید فاذکروا الله کذکرکم آباءکم،
یاد کنید الله را مثل ذکر خودتان، مثل اینکه خود را ذکر میکنید یاد میکنید. که ذکرکم آباءکم، پدرانتون را یاد میکنید. او اشد ذکرا، یا سختر بیشتر از نظر ذکر. فمن الناس من یقول ربنا آتنا. دو گروه هستند انسان ها، اینهایی که حج میکنند، یکی سعید یکی شقی. یک گروه اینه که بدبخت دستش خالی هست، اون حجی نداشته، دعایی که میکنه از خدا هم فقط دنیا میخواد، چون به آخرت اعتقاد نداره. اینا درباره مشرکین است، به آخرت اعتقاد نداره. اینا وقتی که می نشستند می آمدند، ابن عباس میگه دعاهای عجیبی میکردند. میگه خدای به من شتری بده، یکی میگه به من گاوی بده، یکی میگه گوسفندی بده. اینا دعایشون همین بود. عن ابن عباس ان المشرکین كانوا یقولون، ابن عباس میگه مشرکین وقتی که می نشستند در منا و دعا میکردند میگفتند اذا وقفوا، وقتی که وقوف میکردند، اللهم ارزقنا ابلا و بقرا و غنما و عبیدا و اماء، خدایا به ما شتر بده، گاو بده، گوسفند بده، برده بده، کنیز بده. و ما كانوا یطلبون التوبه والمغفرة، از خداوند توبه و مغفرت نمیخواستند چون اعتقادی نداشته. این تفسیر کبیر بود. تفسیر قرطبی نوشته و كانوا يسألون الابل والغنم والظفر بالعدو، شتر میخواستند، گوسفند میخواستند، موفقیت بر دشمن میخواستند، خدای ما بر دشمن خودمون غالب بشیم. ولا یطلبون الاخره، از آخرت چیزی نمیخواستند. اینجا الله عزوجل به ما بندگان خودش آموزش داد که ما چی بخواهیم، ما چطور دعا بکنیم. لذا الله می فرماید فمن الناس من یقول ربنا آتنا، بعضی از مردم هستند که میگویند بار الها به ما بده، فی الدنیا، فقط در دنیا، بنیسه به دلیل انکار قیامت، چون قیامت را قبول نداره، فقط تو دنیا میخواد. الله می فرماید و ما له فی الاخرة من خلاق، برای این انسان در آخرت هیچ سهمی نیست، هیچ نصیبی نیست. و منهم من یقول، نوع دوم، بعضی از همین انسان ها هستند سعیدند، اهل سعادتند، کسانی هستند که میگویند ربنا آتنا فی الدنیا حسنة و فی الاخرة حسنة، بار اله ما را در دنیا هم حسنه بده، در آخرت هم حسنه بده. حسنتین میخواند. حسنتین چیه؟ در آخرت مشخصه، در آخرت بهشت رضای خداست، نعمتهای اخروی هست. اما در دنیا حسنه چیه؟ بعضی گفتن در دنیا حسنه توفیق را میگند، یعنی توفیق عمل صالح، توفیق نماز، توفیق تلاوت، توفیقات نیک نیک. ولی یعنی معنی اینه که حسنه اصلا شامل مادیات نمیشه، شامل زرق و برق دنیا نمیشه. چرا میشه؟ رزق حلال هم حسنه هست. بس قرطبی گفته والذی علیه اکثر اهل العلم، اکثر اهل علم بر اون هستن که ان المراد بالحسنتين نعم الدنيا والآخرة، هذا هو الصحيح. قرطبی مراد از حسنتین نعمتهای دنیا و آخرت است، تنها آخرت نیست. بعضی ها میگن مراد از حسنت در دنیا نیست، دنیا نیست چیه؟ میگه توفیق است فقط. نه، هر چی که در دنیا خوب است از رزق حلال، از مادیات، اینا را هم میخواند و در آخرت هم نعمتهای الله را میخواند. این هر دو جلب منفعت است. ربنا آتنا فی الدنیا حسنه و فی الاخرة حسنه. اما دفع مضرت و قنا عذاب النار، بار الها ما را از عذاب آتش محافظت بفرما. الله می فرماید کسانی که این گونه دعا میکنند من به اونها چی میدم؟ ببینید پاداش الهی.
الله می فرماید اولئک لهم نصیب مما کسبوا، این انسان ها، این افراد سهم دارند از آنچه که کسب کردند، در دنیا کسب کردند، در آخرت کسب کردند، سهم دارند، الله بهشون پاداش میده. والله سریع الحساب، الله زود حساب میگیرد و زود اینها را به اعمالشان پاداششون را میدهد. واذکروا الله فی ایام معدودات، الله می فرماید الله را یاد کنید در ایام معدوده. ببین بعد از این که روز عید آمد، شما رفتید جمرات را زدید، رفتید طواف انجام دادید، حجتون تکمیل میشه، بعد سر را حلق میکنید و منشینید، لباس احرام در میارید، لباساتون را به تن میکنید، در منا منشینید، دیگه مکه نمیرید، همینجا منا میمانید. 2 روز دیگه غیر از دهم، 2 روز دیگه یعنی 11 و 12 که با دهم چقدر میشه؟ 3 روز. این 3 روز باید به منا بمانید، در اوقات خاص برید جمرات را بزنید. الله می فرماید که هر کسی عجله کرد همین 2 روز دیگه یعنی 11 و 12 اشکالی نداره، بعد از اون برو هر جا میری. اما اگر کسی روز 3 هم ماند، هم اشکال نداره، برای اهل تقوا این بهتره، یعنی 13 هم بمان، ایام تشریق تا 13 است نه؟ لذا الله می فرماید واذکروا الله فی ایام معدودات، در ایام مشخص معین الله را ذکر کنید، بنویسی ایام تشریق. فمن تعجل فی یومین، هر کسی که عجله کرد در 2 روز، فلا اثم علیه، 2 روز بنویسی 11 و 12 جمرات را زد، نیست بر او گناهی. و من تأخر، هر کسی که تأخیر کرد یعنی 13 هم ماند، فلا اثم علیه لمن اتقا، بر او گناهی نیست برای کسی که از خدا بترسد، تقوا داشته باشد، لذا بر او هم اشکالی نداره. اما مهم تقواست. واتقوا الله، این نسخه عمل است. شما همه از الله بترسید. تقوا چگونه حاصل میشه؟ با این عقیده واعلموا انکم الیه تحشرون، بدانید، یقین و باور داشته باشید که شما به سوی الله فقط حشر میشوید. تحشرون یوم القیامه، در روز قیامت شما فقط و فقط به سوی الله حشر میشید، اونجا جمع میشید، خدا از شما بازخواست میکند. لذا حشر و حساب و بازخواست اونجا باید الان در وجود ما تقوا ایجاد کند. و من الناس من یعجبک قوله فی الحیات الدنیا. خب بحث حج تا اینجا تمام شد. حج یکی از امور مصلحه بود. شما که برای جهاد میخواهید برید، شما برید در حرمین شریفین، خانه خدا، اونجا از الله عزوجل بخواهید، خدا شما را کمک میکند. اما در ادامه بحث جهاد و احکام جهاد، ما در رابطه با بعضی از منافقین میخوانیم. این اشاره به یکی از منافقین. هم در جهاد مخلص منافق مشخص میشه. همیشه خدای تعالی سختی ها را که میارد، تو این سختی ها و شدائد حکمت ها هست. مردمانی که منافق صفت باشند هم تو سختی معلوم میشند، اونایی که مخلص واقعی بشند هم تو سختی معلوم میشند. منافق ها زود جا خالی میکنند، زود عقب نشینی میکنند، زود میدان را ترک میکنند. اما مخلصین نه برای جان خودشون پروا دارند، نه برای مال خودشون پروا دارند. الله تعالی نمونه های اینجا هم از منافقین ذکر کرده، هم از مشرکین. گرچه درباره این آیه اولی گفتند که این آیه درباره یکی از منافقین مکه هست،
به نام اخنس ابن شریق. اخنس ابن شریق یک منافق بسیار چرب زبان بود، پیش پیامبر صلی الله علیه وسلم می آمد، در مدینه هم می آمد، اما اصلش قریشی بود و وقتی که بر می گشت از خدمت رسول الله صلی الله علیه وسلم فساد می کرد. چه فسادی می کرد؟ مردم را در دل مردم شک و شبهه ایجاد می کرد و کفار را کمک می کرد. حتی اینجا گفته یهلک الحرث و النسل، کشتزار را می رفت خرمن را یک جا آتش می زد و فرار می کرد، نسل را می کشت، حیوانات را یک جا الاغی را از بین برد، الاغی که برای زمین استفاده می شد. خلاصه هر چی که می توانست فساد می کرد. این نمونه از نفاق است. منافق معمولا هیچ خیری ازش نیست، همه شر، همهش فساد، چرب زبان است و خیلی قسم و سوگند می خورد. اینا علائم هستند. گرچه آیه درباره اخنس ابن شریق است، اما مصداق آیه هر کی میتونه باشه. در این زمان هم میتونند اخنس ابن شریق ها باشند که بیایند پیش دعات دین و توحید چرب زبانی بکنند، بیاند سوگند یاد بکنند، ولی از پشت خنجر بزنند. همون کاری که این میکرد. به این خاطر علما ما میگن لازم نیست که بگیم این آیه درباره کی هست. و آیه بعدی و من الناس من یشری درباره یک صحابی مخلص است. پس مخلصین هم هستند در جهاد، منافقین هم هستند. الله می فرماید و من الناس من یعجبک قوله فی الحیات الدنیا، بعضی از مردم کسانی هستند که قولش، سخنش شما میپسندید. اعجاب به معنی که خوشت میاد، خیلی چرب زبان است. و یشهد الله علی ما فی قلبه، خدا را گواه میگیرد بر اون چی که در دلش هست. میگه خدا میدونه که من از ته دل میگم، در حالی که از ته دل نمیگه، دروغ میگه. بیشتر عادت منافقین است که خیلی قسم غلیظه میخورن، والله بالله تلا میخورن، خیلی چرب زبان هستن، گویی به خودشون شک دارند، بار بار قسم میخوره که شما باور کنید. و هو الد الخصام، این مرض اولش است، در حالی که این شدیدترین خصام هست. خصام کسی که بحث میکند، درگیر میشه، جدل میکند. این از همه خصمها خصمتر است و جنگ و جدل کننده تر است. و اذا تولا سعی فی الارض، هرگاه بر میگردد، این مرض دومش فساد، هرگاه بر میگردد سعی فی الارض لیفسد فیها، سعی میکند در زمین تا که فساد کند. و یهلک الحرث و النسل، حرث را هلاک میکند، کشت را، و النسل را، حیوانات را. میگویند که تفسیر کبیر گفته انه کان بعد الانصراف من حضرت النبی صلی الله علیه وسلم، همین اخنس ابن شریق بعد از اینکه از خدمت رسول الله رفت برگشت، یشتغل به ادخال الشبه فی قلوب المسلمین، سعی میکرد در دل مسلمانان شک ایجاد کنه، شبهات ایجاد میکنه، سوال میکرد. و به استخراج الحیل فی تقویت الکفر، و حیله میکرد تا کفر را تقویت بکند. خیلی ها هستند که هم میآیند پیش دعات دین، پیش رهبران دینی، پیش مخلصین میآیند، اینجا اظهار محبت میکنند، اما وقتی میرن پشت سر مردم را بدبین میکنن، بر علیه اون جایگاه صحبت میکنن، میخواهند که متفرق بکنن مردم را، میخواهند در مردم بدبینی ایجاد بکنند. هر چیز را به باد مسخره میگیرن، به سوال میگیرن، چرا این پول از کجا آمد، اون از چی شد. این میخوام عرض کنم و اشاره بکنم که مصادیق همیشه هست، فقط فکر نکنید در عهد رسول الله صلی الله علیه وسلم بوده. اما الله تعالی میفرماید والله لا يحب الفساد، این بدبخت فساد میکنه، نتیجه فساد. الله فساد را دوست ندارد،
فساد را که دوست نداره مفسدین را هم دوست ندارد. این مفسدین و این منافقین را الله دوست ندارد. و اذا قیل له اتق الله، هرگاه به او گفته میشد که از خدا بترس. کسی میگه از خدا بترس، چرا اینطور فساد میکنی، چرا همش بد و بیرا میگی؟ اخذته العزة بالاثم، عزت او را میگرفت. عزت اینجا به من غرور، تکبر. العزة فی الاصل خلاف الذل، در اصل خلاف ذلت است. اما و ارید بها الانف والحمیه مجازا، اینجا مجازا تکبر و غرور هست، غیرت به اصطلاح خودش. فحسبه جهنم، الله می فرماید نتیجه این انسان را جهنم کافی است، دوای این جهنم، جای دیگه این انسان نمیشه. ولبئس المهاد، مهاد میگویند رخت خواب را، جایی که انسان استراحت کنه. الله می فرماید که رخت خواب بسیار بدی هست، فراش بسیار بدی هست جهنم. و من الناس من یشری نفسه ابتغاء مرضات الله، این گروهی دیگر از مخلصین، اشاره به مخلصین است. اگر منافقینی دارید که گاهی برای شما خلل ایجاد میکنند، همچنان مخلصینی هم وجود دارد که این مخلصین در واقع تقویت میکنند، اونا تضعیف میکنند، اینا تقویت میکنند. میگویند که آیت درباره صهیب رومی رضی الله تعالی عنه، صحابی مخلص است، وقتی که میخواست که هجرت بکند، در راه هجرت مشرکین مکه او را محاصره کردند، چون اونا همش در صدد بودن کی در میره که اونا بگیرن. میخواستن صهیب را محاصره کردن، میخواستن که صهیب را دستگیر کنن. صهیب سنگر گرفت، تیر و کمانش را آماده کرد. حضرت صهیب صحابی بود که معروف بود در این که تیرش دقیق میخورد، نشانه را وقتی میزد خطا نمیرفت. لذا صهیب از تو سنگرش گفت شما میدونید که من اگر تیرم را بزنم خطا نمیره، قسم به خدا تا جایی که تیر در تیرکشم دارم با شما می جنگم، تک تک شما را میزنم، ولی اگر میخواهید با شما یک معامله هم میکنم. گفتن چه معامله ای؟ مشرکین گفتن، محاصرهش کرده بودن. گفت که من به شما آدرس میدم در مکه، سرمایه هم کجا هست، پول هم کجا هست، برید اونها مال شما، راهم را بذارید، من میخوام پیش رسول الله صلی الله علیه وسلم برم هجرت کنم. اونها راضی شدند. صهیب رضی الله تعالی عنه همه مالش را به اونها بخشید، آدرس داد کجا برید، اونها راهش را رها کردند. صهیب رفت به طرف مدینه طیبه. الله عزوجل اینجا تعریف می کند که نفسش را در واقع می فروشد، خودش را، یعنی در راه خدا خودش را به کشتن میده یا میخرد، هر دو درسته، میخرد و پول میده تا اینکه بتونه هجرت کنه. الله می فرماید و من الناس من یشری نفسه ابتغاء مرضات الله، بعضی از مردم هستند که میخرند نفس خودشان را برای طلب رضای الله. اینجا خدا خودش تایید کرده که هدف اینها رضای خداست، اخلاص است، دیگه کسی نمیتونه بگه که نه هدفشون چی بود. و بعضی گفتن یشری یعنی یبیعها ببذلها فی الجهاد، نفسش را یعنی جان میدهد، جانش را میفروشد، رضای مولا را میخرد، در جهاد بذل میکنه، میره در جهاد تا کشته بشه. چنین مخلصینی هم رسول الله اطرافش داشت، خیلی زیاد هم داشت. والله رؤوف بالعباد، الله عزوجل نسبت به چنین بندگان رأفت داره، مهربان است و با اینها بهترین برخورد را خواهد کرد. یا ایها الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافه، اینم ترغیب الی الجهاد است.
ببینید گرچه بعضی ها شأن نزول بیان کردند که این آیه درباره عبدالله ابن سلام است، یا بعضی یهودی ها هست که میگفتن ما روز شنبه هم احترام میگذاریم، روز جمعه هم احترام میگذاریم، شتر را حلال میدانیم ولی نمیخوریم تا به دین اسلام هم عمل بشه، به دین یهود هم عمل بشه. خداوند من کرد، اینم میتونه مصداق باشه. اما اصل مفهوم آیه را ببین. خدا گفته که ای مسلمانان به صورت کامل در اسلام داخل بشید، یعنی مسلمان 100%. مسلمان 100%. خیلی از ما مسلمان ها هستیم که دلمون میخواد مسلمان بشیم، اما 100% نه، 50%. مثلا عبادات را انجام میدیم، نماز میخونیم، روزه اما زکات سخته، این همه زحمت کشیدم مال بدم، بس ببین 100% مسلمان نیست، چند درصدش را انجام نمیده. یا نماز میخونه، روزه میگیره، زکات هم میده، حج، اما موقع جهاد میگه سخته، جان دادن مبادا کشته بشم. پس این به چه درد میخوره مسلمانی که 100% مسلمانی نباشد؟ لذا الله عزوجل میخواهد که مسلمان 100% باشیم. الله میفرماید یا ایها الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافه، ای مسلمانان داخل بشید در اسلام کامل. ولا تتبعوا خطوات الشیطان، شما پیروی نکنید از گام های شیطان، یعنی از مسیر شیطان بالتفرق و التفریق. شیطان بگه این کار را بکن اون نکن، این بکن اون نکن، نه اینطور نکنید. انه لکم عدو مبین، همانا شیطان برای شما دشمن آشکاری هست. فان زللتم من بعد ما جاءتكم البینات، الله می فرماید که اگر شما زللتم لغزیدید، من بعد ما جاءتكم البینات، لغزید به این معنی که فریب خوردید، به دستور شیطان عمل کردید، بعد از این که دلائل هم آمد پیش شما، حقیقت را هم متوجه بودید. فاعلموا ان الله عزیز حکیم. این تهدید است، تخویف است. الله می فرماید که یقین بدانید، باور کنید خدای عزوجل عزیز و حکیم هست. خداوند غالب هست، شما را می تواند مؤاخذه بکند، اما اینکه مؤاخذه نمی کند از روی حکمت است. الله تعالی حکمت ها را در نظر دارد. هل ينظرون الا ان یأتیهم الله فی ظلل من الغمام والملائکه وقضی الامر. الله تعالی می فرماید که اینها انتظار چی دارند؟ هل ینظرون، هل به معنی نفی هست، استفهام انکاری. ای ما ینتظرون، اینا منتظر نیستن مگر منتظرن که خداوند بیاید فی ظلل من الغمام، در انبوهی از ابرها، والملائکه، و ملائکه هم بیاند، و قضی الامر، و امر فیصله بشه. یعنی چه؟ ببینید خداوند چطور میاد. بعضی گفتند این آیه از متشابهات است، الله اعلم بمراده. این که خداوند چطور میاد در ابرها، خدا بهتر میدوند، پس ما بهش ایمان داریم، تفسیرش نمی کنیم چون از متشابهات. اما بعضی معتقدند که مراد از آمدن خدا یأتیهم الله، ای یأتی امر الله، یأتی بعث الله، یأتی عذاب الله. روزی اینها منتظرن که خدا بیاد، یعنی عذاب خدا بیاد، عذاب خدا بیاد که حتی جاء امر ربک، حتی جاء امر ربک، امر رب میاد یعنی عذاب خدا میاد. عذاب همیشه در غالب ابر می آمده. حتی قوم های گذشته گفتن وقتی که ابر را دیدن گفتن هذا ممطرنا، این
به ما باران میده. آمدن زیرش قرار گرفتن، سوره احقاف خواندید، عذاب بود، همه را نابود کرد. پس یأتیهم الله یعنی یأتی عذاب الله فی ظلل من الغمام، در انبوهی از ابرها، و همچنین منتظرند که ملائکه خدا بیاد و قضی الامر، امر فیصله بشه، یعنی خدا هلاکشون بگرداند، خدا نابودشون بگرداند. اما بعضی دیگر از مفسران معتقدند چونکه این آیات درباره یهودی های تازه مسلمان بود، خدای عزوجل بر اساس عقاید یهود اینجا سخن گفته شده، بر اساس عقاید یهود آمدن خداوند در غمام تعبیر شده، یعنی هر وقت خدا بیاد در ابرها میاد. ما در آثار اسلامی خودمون داریم بعضی ها که حدیث را وضع کردند، حدیث درست کردند، عیناً مثل مذهب یهودی ها دارند. معلوم میشه که اینایی که وضع حدیث میکردند در واقع یهودی بودند. اینجا ببینید علامه آلوسی هست غالبا نوشته و ذلك لأن اليهود كانوا على مذهب التشبیه، یهودی ها بر مذهب تشبیه بودند. تشبیه یعنی خدا را تشبیه میدادن به بندگان. و كانوا یجوزون علی الله المجیء و الذهاب، بر خداوند رفت و آمد را جائز قرار میدادند. و كانوا یقولون انه تعالی تجلی بموسی علیه السلام علی الطور فی ظلل من الغمام، و می گفتند که خدای عزوجل در کوه طور بر موسی تجلی شد در انبوهی از ابرها، در سایه ابرها. این عقیدهشون بود. پس خدای عزوجل اینجا بر اساس عقیده اونها سخن گفته، بر اساس عقیده اونها سخن گفته که ان یأتیهم الله فی ظلل من الغمام والملائکه، خدا بیاید در سایه از ابرها و ملائکه بیاند و قضی الامر، و امر فیصله بشه. در صحیح مسلم این که عرض کردم بعضی احادیث را وضع می کنند و شباهت دارد دیدگاهشون با دیدگاه یهودی ها. در صحیح مسلم در مقدمه مسلم ذکر کردند یک راوی را به نام جابر جعفی که از روافض بود و خیلی حدیث وضع می کرد. بعد یک حدیثی که وضع کرده بود در رابطه با سیدنا علی کرم الله وجهه که همون موضوع عقیده رجعت، که میگه علی کرم الله وجهه، چون علی را خدا میدونن، علی کرم الله وجهه در انبوهی از ابر می آید، در ابرها می آید روز قیامت، نزدیک قیامت آخر الزمان، و از توی ابر صدا می زند پیروان واقعی خودش را، میگه قیام کنید با فلان فرزند من، مثلا با مهدی، با یکی از فرزندانش، میگه با فلان فرزند من شما با او همراه باشید و قیام کنید و دوباره انقلاب بپا کنید. لذا از سر نو دین تجدید میشه الی آخره. پس اونجا هم شبیه همین دیدگاهی که نوشتند بزرگان مفسرین در رابطه با اینکه دیدگاه یهود بود، که اینها در رابطه با خدا همین عقیده را داشتن که خدا در علیاذ بالله در غالب چی هست؟ ابر هست. منظور اینه که الله عزوجل می فرماید اینها آیا منتظر عذاب هستند؟ و الی الله ترجع الامور، همه امور به سوی خدا فقط برمیگردد و الله عزوجل امور شما را رسیدگی می فرماید. صدق الله العظیم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيدنا وحبيبنا ومولانا محمد
وعلى آله وصحبه أجمعين. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد. إله العالمین، پروردگارا ما را توفیق عمل به تمامی آیات کلام زیبایت عنایت بفرما. قرآن را در زندگی ما احیاء بفرما، به ما فهم و درک صحیح کلام زیبا و عمل کردن به اون نصیب بفرما. ما را از شر شیطان، از شر نفس حفاظت بفرما. در دنیا پروردگار ما را از گناه، از معصیت، از بدعات، از خرافات محافظت بفرما. ما را از صاحبان توفیق بگردان، از بندگان مخلصت بگردان، از اونهایی که توفیق برای کارهایی دارند که تو راضی میشی و خوشنود میشی. پروردگار بر ما لطف بفرما. مشکلات ما را، همه نوع مشکلات ما را حل بفرما. مشکلات دینی را، مشکلات دنیوی را، مادی را، سیاسی را، تجاری را، بازار را، خانوادگی را، همه مشکلات را پروردگار حل بفرما. خاتمه ما را با ایمان بگردان، آخرت ما را آباد بگردان. این عزیزانی که تقاضای دعا کردن برای اهداف مختلف، برای مقاصد مختلف، برای اموات گذشتگان، برای مریضان و بیماران، برای زندانیان، برای هر مشکلی، پروردگارا مشکلات را حل بفرما. پروردگارا رسیدگی بفرما. اله العالمین، ما را به رمضان برسان و رمضان ما را بهترین رمضان بگردان. رمضان پرشکوه، رمضان پر از توفیق، رمضان پر از نور، رمضان شستشو دهنده، رمضانی که ما را به محبوب وصل بکند و به رب برساند قرار بده. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم برحمتك.